تو نیست؟ این زن تو نیست؟ خوش نشوه که توی بچه خاله است و بچه همه است، بانکه اجازه بدم بیازو بندی زنا در خانه. خوشحالی به رفتن رقص و پایکوبی نمیشه، خوشحالی به تلاوت قرآن میشه، خوشحالی به عمل احکام الله میشه، خوشحالی به ای که ما تو زندگی خیلی با انس و الفت و محبت داشته باشیم، حق و حقوق یکی دیگر را بشناسیم. زندگی به ای خوش میشه، به ای رفتنا خوش نمیشه. اینترنت ها را میبینی، اینترنت ها را میبینی، تویا را میبینی، او مردمایی که خطی عراس خود در پیش مردم بغل میکنه شه، او لعنتی، او خبیث دیوز، دور از حاضر مجلس، سبایی کلپ تو مردم میبینه 20 سال بعد برات میگه ای کیسته؟ تو کی بودی؟ تو چی غیرت داشتی؟ فحاشی و عیاشی تا به مردم نشان میدادی که وال عزت ببره. ببینی حیا در کجا رفته، غیرت در کجا رفته. این طور مردم هم پیش الله پیش شده نیست. الله متعال از پیشش سوال میکنه چه عزت داشتی تو؟ با کدام دین تو عقیده داشتی؟ کدام دین تو قبول کرده بودی؟ فرمان الله چی بود؟ الله سبحانه و تعالی برای چی گفته بود؟ چی پیام داشت؟ وساء سبیلا، خیلی راه بد است، راه خیلی بد است، زنا راه بد است. أيا دارها حييت دارا ومن